به بسیاری خواهرها چی شده باشه که اونها فقط از شوهرای خود طلب میکنن که یعنی نعوذ بالله طلاق ما را بده. یعنی ما میخواهیم آزاد زندگی کنیم به مثل دیگر زنها. اپا و خواهرایی که این گونه زندگی را میخواهین، آزادی و آرامی را، از اون خواهران پرسان کنین که از اون اپاهای پرسان کنین که ساعتی 3 شب 4 شب یا که 5 سحر قطی کار میروند تا ساعت 8 یعنی 3 ساعت ره به جای کار میروند، بعد به جای کار میرسن، کار میکنن، بعد از آن کار میکنن با پولشان نمیتن، با کیدهشون میکنن، لط کوبشون میکنن، جنگ جنجالشون میکنن، گیشنه و تشنه و خونه خوردن گفتی گپا به همین حالت ها با کار میروند. از اونها پرسان کنین که حال جداگی، حال تنهایی، حال بیوزنهی چگونه هست. یعنی رفیقای خودم، شناسای خودم زن خوری میگه اویل هم برآمد رفت، اویل هم آزادی میخواد، چیکار کنم در همین حالت ها؟ بار که حیران میشه وقتی بچه بگیم سخنرانی او را با همراه زنش یگان کسی که رفتار نمیکنه، گپی زگیش گفتی که با زنک جان چیکار کردی، چیکار کردن در کار، یعنی با همراه زنش مشورت میکنه. یعنی زنش میگه که التماس آیسته آیسته چند سال زندگی داره، زارش میکنه که کرتای آسین دراز بپوش، رومال بدو، زارش میکنه، میگه شاید این روز یک فردا اصلاح شود. بازم همین اون که یک کرتای آسین کلتا میپوشه، با بازم همین چیزا نمیخواسته است، میخواد که برای آزادی زندگی کنه. ای الله ای الله ای الله. به خدا حالت هایی که بیوزن های مسلمانان خودمان میبینین حالشون تنگ است، بزیب است. به اون خاطر کدامید که شوهر دارین، هم دیگر فهمی کنین، جدا نشوین. پیش از همه یعنی اون برادرانی که زن میگیرن، زن میکوبن، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که برای خودتان ضرور بشمارین زنهای دیندار را، زنهای مسلمانانی که اونها طاعت عبادت الله خوب و بیشتر میکنن، این گونه زن برای خودتان انتخاب کنین تا اینکه اینها فرزندهای شما را تربیت خوب بده. وقتی که زن آزادی خود، زن که نماز نخوند، زن که طاعت عبادت الله نکرد، از اون چگونه فرزندها انتظار میباشیم؟ مادر مدرسه فرزندهای من و تو هستند. مادر یعنی مدرسه فرزندهای ما و شما هستند. با اون خاطر یعنی اپا و خواهرها یعنی پیشکی سراسیمه نشین. بعضی زنهایی که بیوزن هستند، یعنی آزاد زندگی می زندگیشون خوب هستند، در فریب اونها نرین. خطان بهترین زن بشمارین که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا هی زوجة صالحه. یعنی دنیا به مثل یک چیزی هست، به مثل یک متاع است و بهترین چیزی همین روی دنیا این زنی پاک دامن است، این زنی صالحه هست، این زنی سالمه هست، این زنی است که نمازهای خود را ترک نمیکنه، این زنی است که طاعت عبادت الله خوبتر و بیشتر میکنه، این زنی است که قرآن خوانی میکنه، این زنی است که شب میخیزه تهجد میخونه. خوش به حال جوان مردایی که این گونه زن دارن، وای به حال زنهایی که شب و روز در دیسکوتک هستند و دیگر جایهای فسق و فجور هستند، یعنی در ناموس جوان مرد مسلمان خیانت میکنن. عیاذا بالله. خداوند هر یک کدام ما و شما را فرزندهای صالح و صالحه را و سالم و سالمه را نصیب بگردانه. و کسانی که شخصانی که زن ندارن، از الله طلب میکنیم که الله برای اونها زنهای صالحه، زنهای پاک دامن، زنهایی که نیکوکار هستند، الله اونها را نصیبشان بگردانه. خداوند توفیق بندگی برای هر یک از ما و شما نصیب بگردانه و با دیگران برسانین. شاید که همین صدای ما و شما در گوش یگان اپا و خواهر برسه، شاید که از گناههای خود توبه کنه، بر بگرده به سوی پروردگار و با همراه یعنی شوهراتون خوب معامله بکنین، برای که اونها از کار که می آیند مانده شدگی هستند. بعضی ماندگی اونها یعنی با یعنی جنگ جندال می بردارین، عصبشون خراب میشه. پیغمبر خدا میگه که اتقوا قهر الرجال، شما بترسین از غضب مرد. یعنی مرد غضبناک شید دیگر نمیدونه چی کار میکنه، نمیدونه که در دست خود چیست و چی کار انجام میده و چی عمل ها انجام میده. خداوند هر یک ما و شما را از غضب شیطان نگه داره که شیطان وسواس نکنه و بر راه بد نبره. فی امان الله. السلام علیکم.